تئوری از اسکوید گیم آوردم در مورد کسایی که فصل 3 میمیرن. اونی که نباید میمرد مرد، بقیه مهم نیستن. ببین در حال حاضر خب کمتر از نصف بازیکن‌ها زنده‌ان. شاید باور نشه ولی من میدونم که کیا قراره فصل 3 بمیرن. کیا میمیرن؟ ببین چند روز پیش کل بازیگرای اسکوید گیم بعد از اینکه فیلم برداری فصل 3 رو تموم کردن یه عکس دست جمعی گرفتن و کلی تئوری میشه از این عکس در آورد. ببین اینایی که میگم میمیرن چون که تو عکس نشسته بودن، یه سری نشسته بودن، یه سری وایساده بودن. کسایی که احتمالاً فصل 3 بمیرن: مأمور پلیس میمیره، داداش پیشرو، بازیکن شماره 207 میمیره، بازیکن 333 میمیره، خود پیشرو میمیره 201 که سونگیهون میکشتش، 388 هم میمیره، متاسفانه 149 میمیره، بازیکن 222 هم احتمالاً میمیره ولی حس میکنم بچه‌شو به دنیا میاره بعد میمیره و کارمند شماره 11 بچه رو به سرپرستی میگیره و بزرگش میکنه. عجب. حالا بازیکنایی که فکر میکنم زنده میمونن: بازیکن شماره 456 خود سونگیهون زنده میمونه و کل جزیره رو با اون بمبایی که تو تئوری قبلی گفتم منفجر میکنه و به بازی‌ها خاتمه میده. کارمند شماره 11 زنده میمونه چون که بچه اون بنده خدا رو باید به سرپرستی بگیره و حواسش بهش باشه و فکر کنم بازیکن شماره 120 هم زنده میمونه. بازیگری که نقش 149 رو بازی میکنه گفته که فصل 3 خیلی غم انگیزه و احتمالاً خیلی‌ها باش گریه کنن. کلا خیلی دارکه فصل 3. پیرسینگی بر نمیگرده آجی.